سلام به همه هوادارهای هواپیماهای جنگنده و علاقه‌مندان تکنولوژی‌های نظامی. امروز قصد داریم جنگنده داسو رافال از کشور فرانسه رو به شما عزیزان معرفی کنیم. جنگنده چند منظوره داسو رافال توسط شرکت معروف داسو طراحی و تولید شده و یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های نسل خودش محسوب میشه. این جنگنده در زبان فرانسوی به معنای تنبال یا طوفان شدید شناخته شده و به همین اسم هم در ارتش‌های جهان شهرت داره و از طرفی به دلیل قابلیت‌های چند منظوره و کارایی بالایی که داره به یک جنگنده همه منظوره معروف شده. بدنه رافال از ترکیب آلیاژهای سبک آلومینیوم، تیتانیوم و مواد کامپوزیت ساخته شده که علاوه بر استحکام بالا وزن اون رو کاهش میده و ویژگی‌های پنهانکاری رو بهبود میبخشه. رافال به سیستم ناوبری و شناسایی اپترونیک مجهزه که شامل حسگرهای مادون قرمز و دوربین‌های تلویزیونی پیشرفته میشه. همچنین از لیزرهای هدایت موشک و تجهیزات نشانگر لیزری برای هدفگیری دقیق هم بهره‌منده. این جنگنده به 2 موتور مجهزه که قدرت و سرعت بالایی رو فراهم می‌کنند. سرعت رافال به 1.8 ماخ یعنی حدود 1912 کیلومتر بر ساعت میرسه. رافال در دسته‌بندی جنگنده‌های نسل 4.5 قرار گرفته که به فناوری‌های نزدیک به نسل 5 مجهزه و از سوخت GP8 استفاده می‌کنه. تا سال 2024 بیش از 240 فروند از این جنگنده تولید شده. اگر تا این لحظه از این ویدیو لذت بردید، لطفاً با لایک و سابسکرایب کردن به ما انرژی بدین. از این جنگنده با توجه به اینکه همه منظوره محسوب میشه و قابلیت حمل و شلیک طیف وسیعی از موشک‌های هوا به هوا، هوا به زمین و موشک‌های ضد کشتی رو داره، در عملیات‌های کشورهای متعددی مثل لیبی، مالی، افغانستان در نقش پشتیبانی هوایی و کشورهای عراق و سوریه علیه داعش به کار گرفته شده. رافال در 3 مدل CBM یعنی نسخه تک سرنشین، نسخه 2 سرنشین، نسخه مخصوص ناوهای هواپیمابر تولید شده. این جنگنده به کشورهای مختلفی از جمله هند، مصر، قطر، یونان، اندونزی و امارات متحده عربی فروخته شده. این جنگنده با قابلیت‌های چند منظوره خود جزء یکی از بهترین هواپیماهای جنگی حال حاضر دنیاست. اما امیدواریم از این هواپیماهای نظامی برای حفظ امنیت در جهان استفاده شود. مثل همیشه آرزوی صلح، امنیت و آرامش برای تمامی مردم دنیا داریم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید متشکرم. تا ویدیوی بعدی بدرود.